این اپیزود و این قسمت در خدمت یکی از جراحای عزیزمون هستیم. هیچ وقت آفتاب رو نمیبینید در طول این 4 سال. حتی سربازی هم 2 روز در ماه فکر میکنم مرخصی دارن، ولی خب در دوره رزیدنتی هم حتی 1 ساعت هم شما مرخصی ندارید. چقدر پول در میاری تو دوران رزیدنتی آقای دکتر بعد از 11 سال درس خوندن؟ به نام خدای زندگی، انسان و حقیقت، با یک قسمت دیگه از اصل ماجرای کادر درمان در خدمتتون هستیم. خوشحالیم که دوباره نگاه های زیبای شما رو داریم به کانال یوتیوبی اصل ماجرا. این بار میخوایم به یک قسمت دیگری از زندگی روزمره و حواشی کمتر پرداخته شده یک کادر درمان بپردازیم. معضلاتی که پزشکان دستیار جراحی دارن، اونهایی که بعد از اتمام پزشکی عمومی وارد دوره جدیدی میشن تا به متخصصهای آینده کشور تبدیل بشن و حتما گریز به مسائل دیگه هم سعی میکنیم که بزنیم. این اپیزود و این قسمت در خدمت یکی از جراحای عزیزمون هستیم، آقای دکتر فرزین بابایی، متخصص جراحی عمومی که محبت کردن و امروز با ما هستن. آقای دکتر سلام. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بنده هم توفیق داشتم که تو دوره‌های مختلف فعالیت صنفی داشته باشم. در دوره دستیاری هم چندین سال دبیر شورای دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودم و از نزدیک با دغدغه‌های رزیدنت ها آشنام. امیدوارم که برنامه شما همینجور که تا الان موفق بوده در ادامه راه هم موفق باشه و زبان گویای دستیاران و پزشکان و کادر درمان. من 87 وارد دانشگاه شدم در رشته پزشکی عمومی. 94 فارغ التحصیل شدم. یک گپ 5 ساله در محیط کار بودیم، حالا هم پزشک و هم مسئول. در سال 95 تا 99 رئیس بیمارستان زرین‌دشت و رئیس بیمارستان داراب بودم توی استان فارس. بچه‌ها که استان فارسی نیستن، بله. سال 99 وارد رشته جراحی تو دوره دستیاری همون رزیدنتی شدیم و 1403 هم فارغ التحصیل شدم. چیزی که به عنوان رزیدنت مشهور هست کسی هست که در دوره دستیاری برای تخصص در حال دانش آموخته شدن هست و کلمه رزیدنت به عنوان مقیم کسی هست که مدام در این دوره 4 ساله در بیمارستان مقیم هست و تمام آموزش ها رو به صورت عملی و تئوری در بیمارستان آموزش می‌کنه. خب خیلی عالی. الان تو این 4 سال رزیدنتی سال اول چی کار میکنید؟ سال دوم، سوم، چهارم؟ خب تو رشته های مختلف متفاوت هست. ما رزیدنتی دوره 3 ساله داریم، تو دوره 6 ساله در رشته نوروسرجری یا جراحی مغز و اعصاب و بسته به هر رشته متفاوت هست. اما حالا طبق اون چیزی که به عنوان لیولینگ معروف هست، در سال 1 بیشتر در بخش ها حضور دارن بچه ها و فعالیت های بیشتری رو انجام میدن و در سالهای بالاتر به حوزه درمان بیشتر وارد میشن و حالا اون رشته‌هایی که اتاق عمل دارن بیشتر در اتاق عمل حاضر میشن. خب ما خیلی حالا از بچه ها میشنویم، اونی که جونیوره، اونی که مدیوره، اونی که سینیوره، هر کدوم یک ماجرایی داره. یکی 24 ساعت، یکی 36 ساعت، یکی 72 ساعت تو بیمارستان، خانواده‌اش ازش بیخبر میمونن و باید جی پی اس وصل کنیم ببینیم بچه‌ها الان کدوم بخشن بالا سر کدوم بیمارن. ماجرا چیه؟ ببینید دوره دستیاری متاسفانه علیرغم که دستورالعمل‌های متفاوتی هم از وزارت بهداشت در این زمینه وجود داره، مثلا آخرین دستورالعملش میگه که هیچ دستیاری بعد از ساعت 5 غیر از کشیک ها نباید در بیمارستان حضور داشته باشه بعد از ساعت 5 عصر. اما در واقعیت میبینیم که 8 10 12 شب بعضی موقع دستیاران آف میشن و از بخش میتونن خارج بشن. به صورت روتین 6 صبح هر روز دستیاران به خصوص دستیار سال 1 وارد بیمارستان میشن و معمولا 8 شب فردا شب یعنی از بیمارستان خارج میشن و فرصت میکنن در تنها برن یه استراحت کوتاهی بکنن. این در 48 ساعت حدود 40 ساعت رو این دوستان در بیمارستان حضور دارن و متاسفانه تعداد کشیک هایی که علیرغم که وزارت بهداشت 12 کشیک رو تعریف کرده برای حد اکثرش رو برای سال 1،
ولی میبینیم که به وفور در دانشگاه مختلف حدود 15 کشیک در ماه در سال یک برای بچه‌ها میذارن که این واقعا غیر انسانی هست و فرد اصلا شرایطی نداره که بتونه به زندگی عادی خودش برگرده. متاسفانه بعد ورود به دوره رزیدنتی یک دوره آشنایی میذارن که معمولا چیف رزیدنت این رو برگزار میکنه و تو اون جلسه خاطرم هست که برای خود ما هم همین صحبت شد و به ما گفتند که شما قبل از طلوع آفتاب به بیمارستان میایید و بعد از غروب آفتاب از بیمارستان خارج میشید و هیچ وقت آفتاب رو نمیبینید در طول این 4 سال. اگر خانواده دارید به فکر تشکیل فرزند، به فکر تولید مثل و فرزند دار شدن نباشید. اگر ازدواج نکردید به فکر ازدواج کردن تو این 4 سال نباشید. فکر حضور در مراسم عروسی، عزا در هیچ کدوم از فامیلتون در این 4 سال نباشین. و یه همچین صحبتایی در بعد ورود به دوره رزیدنتی میشه و واقعا دوره وحشتناک و ترسناک رزیدنتی با این صورت آغاز میشه. خصوصا تو بعضی دانشگاه‌ها که از اول کار خودشون میگن سیستم پادگانه دیگه، نه؟ بله متاسفانه این جوری طبقات جا مراتبی و بله این جوری جا افتاده که حتی اساتید و مدیران گروه ها و حتی معاونت آموزشی هم تو این موضوع دخالت نمی‌کنند و کاملا واقف هستند و هیچ کاری تو این زمینه برای اصلاحش انجام نمیدن. حدوداً چند ساعت میشه حضور ماهانه یک رزیدنت توی بیمارستان؟ 15 تا 8 ساعت رو کسر کنید، بقیه این ساعت ها توی بیمارستان هستن. تو دوره دستیاری هیچ مرخصی هم وجود نداره. حتی سربازی هم 2 روز در ماه فکر میکنم مرخصی دارن، ولی خب در دوره رزیدنتی هم حتی 1 ساعت هم شما مرخصی ندارید و اینا قوانین غیر انسانیه که علیرغم که وزارت بهداشت هم میدونه اما در این موارد سکوت میکنه. دیگه به نظر همین که میذارن بخوابین بسه دیگه، چه مرخصی معنی نمیده. جوان سن سال مرخصی میخواد چیکار بکنه؟ چقدر پول در میاری تو دوران رزیدنتی آقای دکتر بعد از 11 سال درس خوندن؟ والا موقعی که ما سال 99 وارد دوره رزیدنتی شدیم حقوق دوره دستیاری 1,800,000 تومان بود. 1,800,000 سال 99. و حالا ما از همون موقع فعالیت صنفی در سراسر کشور از طریق دوستانمون انجام دادیم و کار رسید به جایی که خود مقام معظم رهبری تو این زمینه ورود کردن، دستور کتبی دادن به وزارت بهداشت و این چندین برابر شد تا رسید به حدود 4-5 میلیون تومان که همینطور ما فعالیت صنفیمون رو ادامه دادیم. با توجه به تورم افزار گسیخته‌ای که داشتیم کم کم افزایش پیدا کرد و خدا یه حمایتی هم برای متأهلا گذاشتن. چقدر بود؟ خدا رو شکر که چرا میگه ازدواج نکنن؟ با 2-3 میلیون میشه بالاخره خانواده گرد. متاسفانه در مورد ازدواج من کامل توضیح میدم خدمتتون که رویکرد رزیدنت ها در زمینه ازدواج چیه. خدا رو شکر در سال 1403 حالا با روی کار اومدن وزارت بهداشت جدید تصمیماتی برای رزیدنت ها اتخاذ شده که هرچند خیلی بیشتر از این موارد حقشون هست، ولی خب حقوقی بین فکر می‌کنم 15-16 میلیون تا 25 میلیون برای متأهلین و فوق تخصص ها دانشجوی فوق تخصص در نظر گرفته شده که میگم خیلی بیشتر از این حقشونه، ولی باز هم یک رویکرد جهشگونه‌ای داشته که ما ازشون متشکریم. خب حالا به نظرت اگه یک پزشک عمومی با رویکرد خدمت به هم نوع و اینها بخواد بیاد توی تخصص، کلاش پس معرکه هست یا نه؟ جوری فضای پزشکی رو پیش بردن متاسفانه در سالهای اخیر که همون پزشکان عمومی هم عمدتاً رفتن به سمت کارهای زیبایی. حالا هر پزشک عمومی لیزر گذاشته و بله. یعنی شما بوتاکس میزنه یک پزشک عمومی میتونه با انجام کارهای زیبایی که من خودم واقعا علاقه ندارم به این کارها چون واقعا شأن پزشک رو یکم تقلیل میده، ولی خب با همین کارهای زیبایی میتونه چندین برابر کار درمانی اون پزشک عمومی درآمد داشته باشه و خب خیلی ها میپذیرن منطق بر اساس منطق هم هست، منطق بدی هم نیست و این کار رو انجام میدن و حالا همون فرد با اون درآمد چندین برابر درمانی پزشک عمومی اگر بیاد بره در دوره تخصص با 4 سال مشقت، سختی، بیخوابی، جدا شدن از زندگی، فشارهای روحی روانی که من خودم اعتقاد دارم فرد بعد دوران زندگیش تبدیل میشه به قبل از رزیدنتی و بعد از رزیدنتی، یعنی اون فردی که از موقع رزیدنتی فارغ التحصیل میشه دیگه هیچ وقت اون فرد قبل از رزیدنتی نیست، هم منظر روحی و هم منظر جسمی. بیاد دوره رزیدنتی رو بگذرونه، بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه حتی از اون در میزان درآمد درمانی پزشک عمومی هم کمتر میگیره.
این خیلی چیز عجیبه. الان یه متخصص تاسفاری طرحی چند میگیره؟ متاسفانه من خجالت میکشم بگم الان یعنی تو 7 سال اینجوری بگیم 7 سال پزشکی عمومی خوندی، 2 سال طرح عمومی داشتی، 4 سال دستیاری، 9 سال با 4 سال تخصص، این 13 سال، 12 سال قبلش هم که درس خونده در نظر بگیریم، یعنی بعد از تقریبا طرف بعد از 25 سال درس خوندن در آستانه و هیچ درآمدی نداشتن، در آستانه 30 اندی سالگی 40 سالگی حالا میخوای بسم الله شروع کنی. درآمدش 15 میلیون تومان است، یعنی چیزی حدود $200. 200 این شاباش عروسیای فکر کنم مثلا سان فرانسیسکو، نه $200 رو کمک میکنن تو کشور جهان اول به فقرا و متاسفانه این 15 میلیون توهینی هست به جامعه پزشکی، به جامعه متخصصین و متاسفانه هنوز هم در وزارت قبل که گوش شنوایی وجود نداشت، در وزارت جدید انشاءالله بتونیم مذاکراتی بکنیم. دوستانی دور هم جمع شدیم که این کارزاری رو تنظیم کردیم و امضا شده و انشاءالله به سمع و نظر آقای دکتر ظفرخندی خواهیم رسید. البته بگم شما این $200 رو امید داری یه کارهای دیگه بکنی، افزایشش بدی بغل مثلا طرحت، یا مثلا بعد 2 سال طرحت تموم شد یه حرکتی بزنی؟ پرسنل که سالها شاباش بگیرن، یعنی همون $200 رو دست در مورد پرسنل هم صحبت می‌کنیم. من حتما از اونها نه اینو گفتم که یعنی بخاطر یک وضعیتی داره وزارت بهداشت همه رو شاباش بگیر کرده، دستشون هم درد نکنه که ما داریم با اینها زندگی هم میچرخونیم. حالا خیلی زندگی چرخوندن مهم نیست، خدا رو شکر. با توجه به که 2 سال دبیر شورای دستیاری بودم و با حدود 1200 نفر دستیار مستقیما سر و کار داشتم و هم منظر جسمی هم منظر روحی هم منظر مشکلاتی که براشون پیش میومد در کنارشون بودم، یک آماری رو ما به صورت میدانی جمع کردیم و به یکی از رؤسای دانشگاه عنوان کردیم در جلسه‌ای که معاون فرهنگیشون بود و همین معاونشون بودن و به جای اینکه بیان اینا رو آسیب شناسی کنن، راهکار پیدا کنن و فقط خندیدن به آمارهایی که ما دادیم، اما این چیزی هست که در واقعیت وجود داره و سالهای بعد شاید مجبور به اعتراف این موضوع بشن. من خدمت شما عرض می‌کنم، امیدوارم که شما پذیرش رو داشته باشین چون خیلی آمار تکان ما سعی می‌کنیم نخندیم دیگه. حالا بالاخره چیزی که من تجربه کسب کردم 90% دستیاران افکار خودکشی دارن. 90% کل دستیاران پزشکی افکار خودکشی دارن، یعنی با توجه به آنچه بررسی شده میدانی و اون کسایی که ما سر کار داشتن، یعنی جایی مستندات اجازه نمیدن به ما بررسی کنیم. آیا یک نهاد مستقل فارغ جدا از وزارت بهداشت، جدا از نهادهای امنیتی بیاد این رو بررسی کنه ببینیم آیا شاید از 90% هم بالاتر باشه. افکاری که به خاطر این که سالهای سال به آنها رویا فروختن، تلاش کردن تا به یک مقصد با آرامش برسن، اما هیچ وقت به اون بهشتی که براشون توصیف کردن نخواهند. نه من سوالم اینه، با اینکه همچین احساسی وجود داره که موافقیم، داریم میبینیم بالاخره این درصد، خب درصد خیلی عجیبی. اگر یعنی واقعا یک مجموعه‌ای و یک فضای اجازه داده باشه که افرادش اینجوری باشه، یعنی تقریبا دیگه خدا به داد برسه. این 90% تحقیقاتش، پروپوزالش، چه میدونم ما تو یعنی ارجاع درصد گروه‌های مختلف MPH دانشگاه‌ها به صورت جداگانه این تحقیقات رو دارن، ولی متاسفانه فکر نمی‌کنم اجازه منتشر کردنش رو داشته باشن. ولی مدیران که ارجاع میشه دیگه، مدیران رو میگم خود مدیران از خیلی از مسائل مطلع هستن، اما آیا اعتراف میکنن؟ نه میگم یه وقتی خدایی نکرده حالا بالاخره مدیران رو هم اینا جزء اون نامحرم ها گذاشته باشن، مدیران نه به اونا اطلاع میدن، پس مدیران احتمالاً انکار میکنن. عجب. ولی این خدمتتون عرض کنم 30% از افرادی که دوره دستیاری دارن میخونن سویسایدال اتمپت داشتن، یعنی خب به یک نوعی تلاش کردن برای خودکشی. این تلاش ممکنه مثلا رفتن از داروخونه دارو خریدن هم سویسایدال اتمپت ممکنه محسوب بشه، یا اینکه نه دارو خوردن، بستری شدن، اونم حساب بشه. اینا درصد حدودی هست بر اساس اون بررسی میدانی از تعداد مراجعینی که به ما وجود داشت رو من دارم خدمتتون عرض میکنم. 70% از دستیارانی که با ما سر کار داشتن از داروهای آرامبخش استفاده میکردن
برای اینکه بتونن زندگی رو تحمل کنن و زندگی رو ادامه بدن SSRI میخوردن، بنزودیازپین میخوردن و داروهای مختلف آرام بخش. 60% این آمارا شاید نگران کننده باشه و ترسناک و قطعا از طریق مسئولین انکار خواهد شد، مطمئن باشید. ولی آنچه که من دارم خدمتتون عرض میکنم اون چیه که ما دیدیم 60%شون استعمال دخانیات دارن. شاید میگم که شاید اگر یک کسی این مشکلات رو قبول میکرد به جای انکار، این چیزی که در کشور ما عرف هست که به جای پذیرش مشکل سعی میکنیم انکارش کنیم و این درصد آخری هم که خدمتتون عرض کنم شاید بگم بالای 80%شون افکار مهاجرت داره. 80%. یعنی فقط و فقط منتظرن که دوره تحصیلشون پایان پیدا کنه، از ترسشون رو بگذرونن متخصص. 80% یعنی از این کشور رو ترک کنن. از هر 10 نفر متخصص 8 نفرشون میخوان بره. پول این مردم، وقت خودشون، خانواده‌هاشون و این مردم 8 نفرشون میخوان، چون به آیندهشون امیدوار نیستن. حیف گل و من بهش میرسم گلابش مال کس دیگه است. دقیقاً. و آن چیزی هست که دوستان ما در مجموعه دولت میخوان انگار، یعنی هیچ کس نمیاد بگه پرستار کم داریم پس بیاین پرستار تربیت کنیم و پرستار استخدام کنیم. همونجوری که الان ما با مشکل پرستار خوردیم، چرا استخدام نمیکنن؟ چرا همونایی که تو تلویزیون داد میزنن پزشک کم داریم پس افزایش ظرفیت پزشکی میدیم، هیچ کدومشون در مورد پرستار صحبت نمیکنن، ولی از اون سمت میان پزشک تربیت میکنن که پزشک همشون تقریبا میگن 80%شون به امید این که از اینجا نجات پیدا کنن و فرار کنن از این کشور برن. به نظر این وضعیت کادر درمان از حالا نوعی سوء مدیریت، کار نابلدیه، یا واقعا منفعتی هم بعضیا میبرن از ضعیف کردن کادر درمان مملکت؟ چون مستقیما با ضررش برای مردم دیگه ابتداء. ببینید آسیب شناسی این موضوع خیلی جنبه‌های گسترده‌ای داره که حالا شاید در ادامه بحثمون صحبت کردیم، ولی سوء مدیریت شاید بگم بخش اعظمش. برگردیم به گذشته، سال 85 یک شغل آزاد و در مقابل یک پرستار بیمارستان دولتی، اون هیچ مزیتی نداشت و همه علاقه‌مند بودن بیان به پرستار بیمارستان دولتی بشن. 85 تو 85 تا الان چه اتفاقی افتاده؟ تورم افزار گسیخته، افزایش گرونی‌ها و متاسفانه عدم توازنی که بین افزایش حقوق و اون حق و سعی و دستمزدی که وجود داشت اتفاق افتاد. الان خیلی راحت خیلی از پرستارای ما، خیلی از پزشکای ما که مهاجرت میکنن میرن و پرستارای رابطه استخدام دارن انصراف میدن از استخدامشون، میرن تو کار آزاد. الان خیلی از کارهای آزاد درآمدش بهتر از بیمارستان دولتی. به قدری انصراف میدن که ما چند تا بخش تعطیل شده یا نیمه تعطیل شده داریم. الان در یکی از بزرگترین بیمارستان ترومای کشور در خود شیراز 7 بخش تعطیل داریم. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم 7 بخشش تعطیل. 4 آبان ما حالا اسم نمیاریم ولی خب بله 7 تا بخش گویا. ولی برای کی مهمه؟ هیچ. بعد در ادامه موضوع رزیدنتی من خدمتتون عرض کنم که الان بحث جوانی جمعیتی که از موضوع داغ این کشور هست و اینکه بیلبوردش هم همه جا هست. بله تشویق کن، هزینه‌های گزافی داره در همین زمینه میشه و هدر میره در واقع، ولی خب مسیر درست رو طی نمی‌کنن. در همین دوره رزیدنتی من خدمت شما عرض کنم که حدود شاید بگم 10% افرادی که میان دوره رزیدنتی طلاق میگیرن تو دوره رزیدنتی، چون میگم که از خانواده‌هاشون کامل منفک میشن، اصلا وقت دیدن همسر و فرزندش رو نداره، حداقل 10% دچار طلاق میشن. یه 20-30%شون که اصلا به ازدواج اعتقادی ندارن، اصلا در مورد ازدواج فکر نمی‌کنن. شاید بگم یه نهایتاً 10% دو دوره این 4 ساله ازدواج میکنن. چرا؟ افرادی هستن که بین سن مثلا 26 تا 30 سال هستن. چون با این شرایطی که گفتیم به خدمتتون این که خودش هم زنده بمونه خیلیه، بخواد یکی دیگه هم بدبخت کنه که واقعا اشتباه. حالا ما برای این موضوع راهکارهایی داریم، من راهکارها رو خیلی ما این درصدا رو چون خود دبیر شورای دستیاری بودی و با چوری ازت میپذیریم، خب ولی بالاخره حالا برای مردم خیلی من پیشنهاد میدم نهادهای مستقل غیر از وزارت بهداشت، غیر از اون نهادهایی که آمار دارن و مخفی میکنن، غیر از اون نهادهایی که انکار میکنن، یک نهاد مستقل بیاد آمار بگیره، بیاد نظرسنجی بکنه ببینه آیا ما دروغ میگیم. امیدوارم که همچین نهاد تو این کشور باشه. فکر کنم یکی از بیشترین آمار خودکشی مال بچه پزشک دیگه، یعنی مال کادر درمان و بچه پزشک و دانشجو. خب تو ما تو همه شغل ها و حالا رشته ها خودکشی داریم، ولی خب این که
پزشکان، این که پرستاران، کسانی که اومدن که درد مردم رو التیام بدن، حتی روانپزشک. ما چندین روانپزشک، ما تو همین سال 1400 چندین روانپزشک داشتیم، کسی که افرادی که قصد خودکشی رو دارن درمان میکنن خودشون خودکشی کردن. این دردش 100 برابر افراد عادی. امیدوارم کسی باشه اینا رو درک کنه. ما این راهکارها رو خدمت نهادهای مختلف تقدیم کردیم و امیدوارم اگر که گوش شنوایی باشه به گوش وزارت بهداشت جدید هم برسونیم. یکی این که چون تعارض منافع داره در زمینه افرادی که اساتید هستن، اساتیدی که توی بیمارستان خصوصی کار میکنن، توی بیمارستان دولتی براش منفعت مالی خودش مهمه و چون تعارض منافع داره و مخالفت میکنن، این رو خیلی جدی باش بایستن، ساعت کاری رو اصلاح بکنن. 7 صبح ورزن، 7 صبح رزیدنت بیاد سر کارش، 5 بعد از ظهر آف بشه، غیر از کیشیک. این قانونتونه دیگه. این قانونیه که وجود داره ولی اجرا نمیشه. اگر همین رو اجرا کنن، خیلی از خستگی، فرسودگی که منجر به اشتباهات زیادی میشه کاسته میشه. تعداد کیشیکی که الان 15 کیشیک در ماه دارن. شما گزینه قبلیت خدا وکیلی چند تا حالا از همین دوستان ساعت 6 و نیم 7 تازه نمیخوان کیس بخوابونن، تازه نمیخوان، یعنی تو گفتم که تعارض منافع. آره کیس این آقا عمل جراحی رو تازه به اصرار میخوان بیارن 7 شب، آقا بیار تو اتاق، حالا شب کار میاد مثلا تحویل میگیره. همون تعارض منافع که عرض کردم خدمت شما همینه. یعنی اون آخه اونا میگن مردم خدمت کنیم، میخوایم آقا مردم نمونن پشت در، زودتر این صفحه. نه، اون میتونه از ساعت بیمارستان خصوصیش کم کنه، تو بیمارستان دولتی روزهای مختلف بیاد حضور پیدا کنه که نمیاد و بیماران بیشتری رو خب تو بیمارستان خصوصی هم داریم که رزیدنت بره اونجا کاور کنه برای استادش؟ نه، تو خیلی از دانشگاه نداریم. یه سری دانشگاه رو میدونم که میرن. نه، تو دوره رزیدنتی هم تو خیلی از استان شمالی کشور به خصوص میرن، ولی خب به صورت مشارکتی با اون اتند یا اون استاد کار میکنن. خب یعنی از اون درآمد حاصله بهشون تعزیز. در مورد تعداد کشیک ها عرض کنم خدمتتون که این تعداد 15 کشیک در ماه، یعنی فرد یک شب در میون بیمارستان باشه و روز بعد از اون کشیک هم تا عصر بیمارستان باشه، این واقعا غیر انسانیه و هیچ جا پذیرفته نیست، هیچ عقل سلیم نمیپذیره. این رو حداقل به 10 کشیک در سال 1، 8 کشیک سال 2، 6 کشیک سال 3 و 4 کشیک سال آخر تقلیل بدن اگر دنبال راهکار هستن. اگر کشیکتون چند ساعته؟ چون مردم هم مخاطبمون 24 ساعته. 24 ساعت. و حالا میگم پست کشیک هم معمولا چند سال نگه میدارن بچه‌ها. اگر که مثلا بتونن پست کشیک ها رو آف کنن، که تو بعضی رشته‌ها مثلا من تقدیری بکنم از اساتید گروه بیوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که دستیارانشون رو به صورت پست کشیک آف میکنن. فردی که 24 ساعت بیدار موده قطعا مغزش کار نمیکنه برای روز بعد، و این اساتید محترم این دستیاران رو آف میکنن و پست کشیک اگر هم آف بشن مثل بیهوشی که بله، این کار ارزشمندیه که تو همه رشته‌ها باید تعمیم داده بشه. از نظر حداقل حقوق هم که همونجوری گفتیم الان بین 16 تا 25 که هنوز جای کار داره، قشنگ میتونه 2 برابر بشه اگر بخوایم بر اساس واقعیت و بر اساس ارزش اون کار حساب کنیم. احترامی که بین لولینگ در رشته‌های مختلف، اون بخشش حالا مربوط به اساتید دولت و مجموعه وزارت بهداشت میشد، ولی یک بحث لولینگ هست، یعنی سال 2 به سال 1، سال 3 به سال 2 احترام ها بیشتر بشه و نوع برخوردها بهتر بشه، بازی خود شرایط بهتر خواهد شد. این که به عنوان شغل رزیدنتی قلمداد بشه تو سالهای مختلف ما پیگیری کردیم، زمانی که در شورای دستیاری بودیم و خدا رو شکر اخیراً آقای دکتر ظفرخندی این وعده رو دادن و در فکر میکنم در قانون هم اومد که از سال آینده رزیدنتی به عنوان شغل قلمداد بشه و این 4 سال جزء شغل براشون محاسبه بشه. در مورد مرخصی ها همونجوری گفتم تنها چیزی هست که اصلا در دوره رزیدنتی شما چیزی به نام مرخصی ندارید، حتی اگر یکی از بستگان نزدیکتون خدای نکرده از بین بره شما چیزی به نام مرخصی ندارید و این خیلی دردناکه. در مورد مشکلات معیشتی گفتم که بخش اعظمی از مشکلات همه مشاغل، همه حرف در حال حاضر مشکلات معیشتی هست، ولی خب تو دوره دستیاری چون منبع درآمدی ندارن خیلی بیشتره و یک سری وام های ضروری، وام مسکن، وام ضروری میتونه بهشون کمک کنه، حداقل بهشون اضافه بشه. و حالا یک سری کمک هزینه‌ای مثل بونه لباس، بونه کتاب و اینها هم در حوزه هست که کمک کننده است. و یک موضوع هم من خدمتتون عرض کنم بستن این بحث رزیدنتی اینه که در سالهای اخیر با توجه به درآمدی که تو حوزه بخش خصوصی دارن اتندینگ و اساتید آموزشی، خیلی هاشون از
حوزه آموزشی و دولتی خارج شدن و در حوزه خصوصی فعالیت دارن. خیلی ها مهاجرت کردن و از نظر آموزشی بسیار بسیار تضعیف شده متاسفانه خیلی از دانشگاه‌ها، که اینم تدابیر اندیشیده بشه از سوی وزارت بهداشت برای برگردوندن این اساتیدی با تجربه قدیمی و کاربلد. به نظر من یک کار شایسته‌ای هست. خب مرسی، خیلی جامع هم گفتی. الان بیشتر چه رشته‌هایی مایل هستن بیان رزیدنتی؟ یعنی طرفدار چه رشته تخصص بیشتره؟ خب ببینید این که و کدوماش خالی مونده یا تقریبا نیمه تعطیل شده یا تعطیل شده؟ تو انتخاب دستیاری یک سالهایی بود، شاید بگم خیلی دورم نه، 7-8 سال 10 سال گذشته، صندلی های رزیدنتیش و خالی نمیموند. رقابت خیلی سختی بینش بود، رتبه های خاصی قبول میشدن. متاسفانه تعداد مختلف سهمیه هایی که هر روز بیشتر داره میشه متاسفانه در این کشور، و ما کشور سهمیه ها هستیم، این تعداد زیادی از سهمیه ها که وارد شد خیلی افراد رو ناامید کرد. اون فضای شغلی و درآمدی بعد از فارغ التحصیلی باز خیلی ها رو ناامید کرد که الان به جایی رسیدیم که در اخیراً مثلا رشته‌هایی که حالا رشته‌های بسیار ارزشمند و مهمی هستند مثل بیوشی که اگر نباشه قلب تپنده یک بیمارستان که اتاق عمل هست تعطیل خواهد شد. رشته اطفال که بخش اعظمی از جامعه رو کمک خواهد کرد، رشته داخلی و خیلی از رشته‌ها صندلی‌هاشون خالی میمونه و این بسیار نگران کننده است. و متاسفانه میگم که تصمیم گیران ما و تصمیم سازان ما در نهادهای مختلف مثل وزارت بهداشت، مثل مجلس، فقط و فقط تو ذهنشون میگن که افزایش ظرفیت نه تنها جوابگو است بلکه جواب عکس میده. اون افرادی که باید نمیتونن بیان اون نمیان، و اون افرادی که از نظر سوادی از نظر بالا استعدادی پایین‌تر هستن وارد میشن و اون افراد چه بسا خطرناکتر خواهند بود برای جامعه. حالا بماند در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد، اما گفتیم چه رشته‌های متقاضی بیشتره، رشته‌هایی که هم از نظر دوره دستیاری فشار کمتری، از نظر انسانی کمتر روشونه و یا هم بعد از فارغ التحصیلی درآمد بهتری داره، مثل چشم پزشکی، مثل گوش حلق و بینی، مثل رادیولوژی، مثل پوست و تعارف باشیم رشته‌هایی که بعدش میشه کار آزاد و غیر دولتی و زیبایی بهتری انجام، درآمد بهتری. چقدر قبول داری پزشکی شده صنعت پزشکی؟